سلام علیکم و رحمت الله و سلام، چطوری؟ امروز قراره با انتخاب گردونه یه سری بازیگر رو به عنوان قربانی انتخاب کنیم و اونا رو بکشیم. امروز همین کارو میکنیم. لایک کن. یه سری انسان رو ما اینجا نوشتیم که گردونه میندازیم، هر کی اومد میکشیمش، که اینا رو توضیح دادم، نمیدونم چرا دارم دوباره توضیح میدم. ولی ما به این گردونه الان کاری نداریم، چون الان اسکوید گیم ترنده و من بعد اونو بکشم و بزنم تامنیل تا ویو بگیرم. بنابراین اینو میذاریم کنار و میریم اونو بکشیم و تو هم هیچ کاری نمیتونی کنی. همینه که هست. ناموسم یوتیوبر از من صادق‌تر. بگید ببینم به نظر شما اصلا اسکوید گیم منطقی بود سریالش؟ چون فرض کن مثلا سالانه تو کشور، نمیدونم سالانه بود چند وقته بود، 500 نفر گم میشن، بعد هیچی هم هیچی نمیفهمه. فاکین 500 نفر بعد ببرید توی جزیره بهشون تجاوز کنی، هیچکی نفهمه. حالا تجاوز که نمیکرد، شاید هم میکردن. اون همه جنازه می با اونا چیکار دارم، چیکار میکنم؟ یا اول فاز بچه این شب میاد تو خوابتون، اصلا هم به من مربوط نمیشه. مثلا بذارید بیاد، چه اشکال داره جنا؟ خب فکر میکنید مثلا یه جن میاد تو خواب شما واسه چی میاد؟ واسه تنهاییشه. انقدر تنهاست تصمیم میگیره بیاد تو خواب شما، پیش شما باشه، تنها نباشه. ولی هر موقع رفت تو خواب یکی همه پس ایستاد. یا علی شبیه چیز بهلی توی برزک شد. ولی به نظر من آجی این بازی اسکوید گیم اصلا واسه ایرانیا سخت نیست. ما تو ایران بزرگ شدیم، داشت این خودش سخت ترین بازی دنیاست. فکر کردی چرا به ایرانیا تا حالا پیشنهاد ندادن که برن توی اسکوید گیم بازی کنن؟ چون به اولین نفری که پیشنهاد دادن نشست اون وسط چایی خورد. آجی نمیدونم چرا ولی راضیم. بیا اینجاش هم نوشته 456. یه دونه از این سربازاش هم میکشم این بر. سرباز عرب. بچه توی کامنت هم بنویسید بازیگر بعدی یا چه میدونم خواننده بعدی کی رو بکشیم و کامنتی که لایکاش بالا باشه اونو میکشیم. راستی بچه لینک دیسکوردم توی دیسکریپشن هست، حتما بیاید. شاید بعدا یه سری ویدیو بگیریم که با شما باشه. مطمئنم 90%تون موقعی که اسکوید گیم اومد فرداش امتحان داشتید و نشستید به جای امتحاناتتون اسکوید گیم رو دیدید. خب این از این. حالا میخوایم یه خورده سایش بزنیم ببینیم چه جور میشه. خب این از بازیکن 456. 1 ساعت دارم اینو میکشم. من درد و نفرینشو میخوام بکشم. من تو را تعمیر میکنم رایان گاسلینگ. راستشو بخواید زیاد فیلماشو ندیدم، فکر کنم چند تا فیلم کلا بیشتر ازش ندیدم. شما چند تا فیلمش دیدید؟ حتما تو کامنت. چه پیشونی داره این داداشمون، چه خبره؟ درد و نفرین واقعا تو ایران نبود، چفوس نکن. ایران نبودم چین قیافه گرفته با قرآن مجید. جمع کن خودتو. بذار تو گریل هم داشتی. اون گوزیک اصلا چجور شد که معروف شد؟ اصلا از کجا اومد یهویی؟ یه فیلمش معروف شد یا با میمش معروف شد؟ داره بامزه میشه با وجود اینکه کلی غم داره، ولی بامزه است. بچه‌ها راستشو بخواید من اصلا نمیدونم الان من باید مثلا چیکار کنم. خب من دارم میکشم، مثلا من چی بگم؟ من انتظار دارید من چه سخنی بگم؟ خب حاجی این طرح اینو زیاد دارم نمیپسندم، ولی خب بعد بریم برای رنگ کردنش. و خب اکچولی حاجی من اینو الان سفید کردم و این صورتیه. حتی سفید نگم کرمی کردم اینو، ولی این صورتی. حاجی ویدیو رکورد این ویدیو خیلی دوران اینجا من یه چجوری ادیت کردم، لایک کنید. خب اینم از رایان پریاکی ما که یه سری خونینا رو صورت اینه. من دیگه حال ندارم اونو بکشم. بریم بعد. آخرین نفر و تایم این ویدیو سر به فلک کشیده. کمکم کنید. ریک ریک چیز جالبی افتاد، ولی من دیریلم. هر کی میخواید باشید. خب ما تصمیم داریم که سیزن اولشو بکشیم، چون راستشو بخوای این ریچش کمتره. من حوصله ریش ندارم. خب آقا عکسی که من انتخاب کردم اینه. بریم بکشیم. من خوابم وایکینگ دد واقعا سریال قشنگی بود، ولی تا فصل 4 تا اونجایی که تو زندان بودن بقیهش دیگه خورد مسخره شد. هی حالا همون اتفاقای تکراری، هی برو غذا پیدا کن، بعد نمیدونم زامبیا بیان، بعد یه گروه جدید بیاد اونا رو بکش، بعد دوباره اونایی که اون گروه جدیدی که کشتی یه گروه جدید بعدش میاد. بس دیگه تکراری شد کانتنت برادر. مثل این بود مثلا بریکینگ بد رو بیان اینجوری بسازن که آره ببین داداش این گنگ اومد، ما این گنگو
زدیم کشتیم. خب بعد الان والت داره مواد میپزه، ولی خب یه گنگ دیگه اومد اونم باید بزنیم بکشیم. بعد با 1000 بدبختی اونو کشتیم. حالا یه دونه دیگه ریک بنده خدا بهترین رفیقش با زنش خوابید. حالا اگه میخواید ریک باشید، اینو میخوام خیلی فانتزی بکشم. شاید بپرسید چرا میسم؟ دلیلش اینه که من خوابم میاد. نمیدونم چرا یاد اینو دارم میکشم یاد چیز افتادم. وودی توی داستان اسباب وودی. بچه‌ها تو کامنت ها بنویسید ببینم بیشتر فیلم بازید یا انیمه بازید یا انیمیشن بازید یا اینکه بچه اینو لطفا ننویسید شاید یوتیوب بهمون گیر بده. مرسی ممنون. خودم جفتشو فیلم و انیمه رو خیلی هستم تا انیمیشن، ولی بیشتر انیمه میبینم. ولی اگه زامبیا بیان بشریت زنده میمونه، ولی خب ربطم داره به زامبیش. اگه وایکینگ دد باشه که وایکینگ یه هلیکوپتر میفرستیم رو هوا که صدا بده، یه چاله خیلی گنده زیرش میکنیم، زامبیا میرن سمت هلیکوپتر و همشون میریزن تو اون چاله، همون شده را. به همین آسونی، به همین خوشمزگی. ولی اگه زامبی های جنگ جهانی زد باشه، تبریک میگم شما باید ایدز بگیرید تا زنده بمونید. خب بریم برای رنگامیزی و من بگیرم بخوابم. اینم از آقای ریک. رکورد این ویدیو نزدیک 3 ساعت یا نمیدونم 2.5 اینا طول کشید و من دارم میمیرم. دیسکوردمونم بیاید. دیسکورد برنامه خفن دارم اگر که زیاد بشیم. لایک کنید. خداحافظ. این ویدیو رو هم ببین. این پلیلیست یا ویدیو هر چی که اومد اینجا یا 2 تا اومد 3 تا 10 تا همشو برو ببین. سابم بکن، لایکم بکن، زنگوله رو هم بزنید. همین. خداحافظ.